رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله بیان کردند، گفتند خبر زمین در روز قیامت بر خدا این است که میگوید فلانی ابن فلانی در پشت من در فلان روز در فلان ماه در فلان ساعت فلان و فلان عمل را انجام داد. استغفر الله، سبحان الله. همین زمینه که الحال شما بالای او نشستگی هستید، همین زمینه که بالای او شما نماز میخوانین، این زمین روز قیامت بأن ربک اوحی لها، خداوند وحی میکند، این زمین از زبان میدهد برای همه ما و شما شاهدی میدهد کیها چیها کردند، همگی را در نزد خدا خبر میدهد. لحظه های نشستن شما را در مسجد خبر میدهد، لحظه های قدم های به سوی مسجد زدگی شما را در نزد خدا خبر میدهد. این تفسیر سوره زلزله هست. خوش به حال آن بندگانی که بالای زمین پاهای خود در راههای نیک، در راههای خیر با عملهای صالح انجام میدهند. خوش به حالتان که زمین او روز از جانب شما خوش خبرهای به خدای خود خبر میدهد و شما به سبب این عملهای صالحتان در آخرت نجات میابید. باور کنین عمل صالح در دنیا هم دستگیر شما میشود، در آخرت هم دستگیر شما میشود. من یک قصه را برای شما بیان میکنم که در دنیا عمل صالح چگونه آدم دستگیر میشود. بعدا انشاءالله موضوع ما شروع میکنیم. رسول اکرم که راوی این حدیث ابن عمر است، در کتاب صحیح بخاری در کتاب بیع این حکایت می آورد. میگوید روز پیغمبر خدا گفتند 3 نفر به سوی یک کوه به سفر برآمدند. عمل صالح را نتیجهش نگاه کنید، در دنیا فایدهش نگاه کنید. برآمدند، وقتی که به یک کوه رسیدند به ناگاه باران سخت بارید و این 3 نفر برای پناه یافتن از باران یک غار را یافتند و در همان غار هر 3 نفر داخل شدند. یک لحظه رسول اکرم میگوید این 3 نفر نشسته بود، به ناگاه یک سنگ کلان از بالا جر شد، لغژان آمد و دهن این غار محکم کرد. این 3 نفر در داخل در یک تاریکی قرار گرفتند و در حیرت ماندند. گفتند اگر حال به همین انجام یابد ما و شما هلاک میشویم، زیرا قوت ما برای بیراه کردن این سنگ نمیرسد. این سنگ خیلی سنگ عظیم است، کلان است. و گفتند بیایید نزد خدای خود عملهای صالحی که در دنیا کردیم از برای خدا پیشنهاد میکنیم، شاید که برای عملهای صالح را انجام دادن ما و شما خداوند این سنگ را از بالای ما دور کنه. یکی از این 3 نفره چی گفت؟ پروردگارا تو میدانی من چند گاو دارم و این گاوها را چراندنی می بردم و در چراگاه شیر اینها را می جوشیدم، خاصه می آوردم، شب برای مادر و پدر خود تسلیم می کردم، باقی که اگر می گذاشت برای فرزند و زن خود می دادم. همین من فقط از برای خدای تو کردم. و شب میگه آمدم، در دستم شیر بود، نگاه کردم که پدر و مادرم خواب هستند. دیگر دلی من نشد که پدر و مادر را بیدار کنم. همان ظرفی در دستم انتظاری کشیدم. فرزندهایم، زنم گریه میکردند، گرسنه بودند، لیکن من که احترام پدر و مادر خودم میدانستم، تا به پدر و مادر خود نمیدادم، بر زن و فرزند تسلیم نمیکردم. تا روز ایستادم، وقتی بامداد شد پدر و مادرم بیدار شدند، این شیر را به آنها تسلیم کردم، باقی او را بعد به فرزندهام عطا کردم. خدایا این حادثه را تو از من دیدی،
من این خاطر شما و ترس شما کردم. خدایا با حرمت این عمل صالح کم این سنگ را از بالای ما دور کن تا که این آسمان سفید را ما بینیم. خداوند میگد این عمل که خالص از برای خدا بود، کم این سنگ میگد بیراه شد، کم روشنی در داخل غار پیدا شد. دویم نفر این میگد دست برداشت. خدایا گفت تو میدانی من یک دختر عمکی داشتم، بسیار به این دختر عمکیم علاقه زیج داشتم، بسیار رفت آمد داشتم و حرکت من این بود که با این دختر عمکی خود یک جایه شم، زنا کنم. روز یک برادر سوال کردند در شبهای تراویح که من سخن شما را گرفتم با دختر عمکی و تقی خودم سلام نکردم، امروز اونا از من ملال شدند. میلش ملال شوند، خدا از تو ملال نشود، پیغمبر از تو ملال نشود، شریعت از تو ملال نشود. این حکایه، این حدیث پیغمبر خداست. این جوان اراده زنا داشت با دختر عمکی خودش. وقتی میگد این زن بر من پیشنهاد کرد که 100 دینار بر من میدهی، مرحمت من برای تو آن چیزی که میخوای آرزوی دلی تو را برآورده میکنم. با یک حال زاری میگه 100 دینار را پیدا کردم در دستش دادم. وقتی این دختر عمکی من میگه با پشت غلطانیدم، در بین پایهای او داخل شدم، بناگاه این دختر عمک میگه گشته گفت از خدا بترس، زیرا حال زناکار در قیامت خیلی شدید و خیلی سخت است. از خدای خود بترس. من دختر هستم، اگر میخوای بکارت مرا دور کنی به طریق حلال دور کن، بیا نکاح میکنیم بعداً مرحمت. وقتی میگه این سخن من شنیدم از این دختر عمکم که از خدا بترس، خدایا من از تو ترسیدم و در حالتی که در نزدیکترین وقت این کار انجام میدادم از جای خود خیستم و آن شلوار خدا پوشیدم و به خاطر تو از ترس تو از بالای این دختر عمکی خود بیراه شدم. خدایا اگر این عمل به تو پسند آمده باشد، این سنگ را از بالای ما دور انداز. خداوند که میدانست که این عمل صالح بنده صالح بود، از برای خدا بود، کمی میگه با سنگ بیراه شد. سیوم این جوان چی گفت؟ خدایا گفت تو میدانی من یک کارگر را آورده در خانه کار فرماندم و حق او 1 کیلو گندم شد. وقتی من بر او کس دادم وی نگرفت، وی رفت. این کیلوی گندم او را من در زمین پرتافتم. آهسته آهسته از این 1 کیلو من به چندین گاو و به چندین گوسفندها رسیدم، حتی چوپانها خریدم. بعد زمانی چند این مرد آمد گو حق مرا بده. من گفتم این چراگاه، این چوپان، این گاو، همه این از حساب تو است، از حساب همون 1 کیلوی گندمی که تو نگرفتی این من در زمین پرتافتم، همه این از همون حساب است. گو مرا مسخره میکنی؟ گفتم نه مسخره نمیکنم، بلکه من از خدا میترسم، والله که این از حساب توست. همش گیر، همش میگه گرفت. این من خدایا از برای تو کردم، اگر این عمل من صالح باشد، بی ریا باشد، خدایا این سنگ از بالای ما دور کن. در زمان میگه سنگ از بالای همون غار بالکلی میگه دور شد که ما همگی از اون درون غار با یک آسانی و بی زحمت بیرون شدیم. ببینید عمل صالح در دنیا چگونه انسان نجات میدهد، در آخرت هم البته ما و شما را نجات میدهد. منم افتتاح سخنم همین بود که برادرای عزیز، یک روز بود، روز جمعه اول ماه رمضان بود. امروز جمعه آخری از ماه رمضان است. 1 ماه از حیات همه ما و شما گذشت. کار کنیم، بادروا بالاعمال صالحه را فراموش نکنیم. پیغمبر خدا گفتند در عملهای صالح سراسیمه باشین که حیات شما تیز میگذرد. چقدر حرکت کنین، هر روز هر ساعت غنیمت بشمارین، فقط در کار خیر، در عملهای صالح استفاده کنین، زیرا که مرگ الموت یأتی بغتة، شاعر عرب میگوید مرگ ناگهان به سر شما میآید.
دیگر شما در اون حالت توبه کردن نمی توانید و عمل صالح را دیگر انجام دادن نمی توانید. مرگ هر لحظه در پیش خود ببینید. میخواستم چند سوال های هست، این سوال ها را جوابش به شما میرسانیم ان شاء الله. جمعه آینده در باب باز همان نشانه های قیامت بر سمع شما میرسانیم. امروز باشد یک چند سوال است و باقیش در باب عید گپ میزنیم. السلام علیکم داملای شخصا برای من خیلی عزیز، خداوند پدر و مادر تو را داخل جنت گرداند. خواستم نامم را ذکر کنم لکن نامم کتابی نیست، ذکر نکردم. بعد جواب سوالم یک نام برای من بگذار، او را من انتخاب میکنم. این برادر یگان نام داشته است که غیر کتابی بوده است و از ما طلب کرده است یک نام خوب برای ما نصیب یعنی اعلان کن. همون نام من است. این برادر من وقتی مکتوبش خواندم خواستم نام این برادر عبدالرحمن، فراموش نکن. وقتی عبدالرحمن ما ذکر کردیم کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، این کراما کاتبین نام تو را در همون نامه اعمال تو چگونه که در پشت یک دفتر ما و شما نام خودم می نویسیم، در پشت کتاب تو می نویسد نام تو، دیگر اون اولا نه بلکه عبدالرحمن است و روز قیامت تو را به نام عبدالرحمن صدا می دهند. این برادر چی گفته است؟ میگویند که بالای سر پیغمبر خدا شکمبه پر از نجاست را پرتافتند. آیا این درست است یا نه؟ برادر عزیز، این حکایه اصل دارد. پیغمبر ما و شما بسیار عذابها کشیدند، بسیار رنجها دیدگی هستند. هیچ روز خوب رسول اکرم گذراندگی نیستند. جایگاه خوابی که امروز ما و شما نرم خواب میکنیم این گونه جایگاه خواب نداشتند. این طعامهایی که امروز هر گونه‌ای که ما و شما میخوریم این طعامها در پیغمبر خدا وجود نداشت و نمیخوردند. و این ساعتهای درازی که ما و شما استراحت میکنیم این استراحتها از بالای سر پیغمبر خدا برداشته بودند. یک مسئولیت کلانی را رسول اکرم حس میکردند. حتی اسماء دختر ابوبکر صدیق، یک کیسه یادم آمد الحال این به شما میرسانم. اسماء دختر ابوبکر صدیق بودند. وقتی میگن از من پرسان کردند که سختترین و شدیدترین روزی مشقت پیغمبر خدا را میدانی یا نه؟ بچه ها التماس در حالت صحبت گپ نزنین، آمدین در یک جا بنشینین، جا کی شد انشاءالله بعدا جا میشود. اسماء چی گفتند؟ اسماء گفتند روز رسول اکرم در مسجد الحرام نماز میخواندند، مسجدی که الحال حاجی ها رفته زیارت میکنند. بناگاه میگه یک توده مشرکین بالای سر این پیغمبر خدا هجوم کردند و هر کی هر خیل آزار در بالای پیغمبر خدا میداد. کدام او با شتم میزد، کدام او با دست میزد، کدام او توف میکرد، کدام او با زبانش لعنت میگفت. هر گونه آزارها میدادند این مشرکای عرب. صدا آمد، صدا بلند شد از داخل مسجد الحرام که یار محمد ابوبکر را فریاد کنید تا که این رفیق خود خلاص بگرداند. اسماء میگه ابوبکر نزد من بود، پدر من که بود نزد من نشسته بود و همان روز میگه 4 گیسوی میگه کشال کردگی داشت، یعنی 4 گیسو 4 همون موی های بافته ای که میگیم 4 موی بافتگی میگه خیلی زیبا میگه بافته بود و نزد من نشسته بود. وقتی این صدا را شنید میگه رفت حال پیغمبر که دید میگه حضرت گریان شدند، داد گفتند اتقتلون رجلا ای یقول ربی الله، آیا مرد را شما قتل میکنید که فقط میگوید خدای من یک و یگانه است؟ با همین سبب، با سببی که میگوید خدای من یک و یگانه است شریک ندارد، این بت‌های شما بیکاره است، با همین سبب یاری مرا قتل میکنید؟ این سخن وقتی میگه از ابوبکر شنیدن همگی میگه بالای ابوبکر غور کردند، رسول اکرم بیراه کردند. اسما میگه ابوبکر وقتی به خانه آمد میگه همان گیسوهای کشالی که داشت میگه وقتی آهسته میگه میقپید گیسو خودش میغلطید، میگه از حساب بسیار کشیدن و
از حساب آزار بسیاری که بالای سر ابوبکر دادن، این گیسوها هم میگه دیگر بالای سر ابوبکر نما. برادر عزیز، ابوبکر هم آزار کشیدن، عمر هم عذاب کشیدن، عثمان هم عذاب کشیدن، علی هم عذاب کشیدن، تمام صحابای پیغمبر برای اسلام عذابها کشیدن، رنجها دیدن، جانهای خود چکار کردن؟ جانهای خود از دست دادن. رسول اکرم میگه روز در مسجد الحرام بودن. این سوال جواب برادر است. عبدالله ابن مسعود روایتش میکند، در صحیح بخاری هم میگذرد، میگوید وقتی که سجده طولانی میکرد پیغمبر، سری خودت که در زمین میگذاشت، به نهایت دراز سجده میکرد و گریه میکرد برای غم امتش. ابو جهل همراه میگد هشام و همراه عتیبه و همراه عقبه ابن معید، همراه ابی ابن خلف، 7 دشمن خدا میگه یک حلقه نشسته بودن. خیال شونم این عمل ابو جهل نگذشت. ابو جهل برداشتن آمدن بالای کتف پیغمبر خدا، این شکنبه را پرتافتن. چنان میگه شکنبه کلانی بود. عبدالله ابن مسعود میگوید که من خرد بودم، من اگر چی سین سالم کلان بود لکن جوستم که خرد بود، میگه من توانایی این شکنبه را از بالای پیغمبر بیراه کردن نمیتوانستم. لکن میگه صدا وقتی که به فاطمه رسید، فاطمه میگه گریان آمد و حال پدر خدا که به این صورت دید، شکنبه را میگه از بالای پیغمبر خدا بیراه کرد و با همان کرته و با همان لطه خود میگه شانه و روی پیغمبر خدا را پاکیزه میکرد. رسول اکرم وقتی که خیست از جای خود حالت دید، یک بوی نجاست در وجودش پرتافتگی، حضرت دستش برداشتن گفتن اللهم علیک قریش، خدایا تو را من گواه میگیرم به آنه که این عمل قریش نظر کن، این عمل اولاد مرا نظر کن. خدایا گفت پروردگارا اینها را در عذاب خودت گرفتار کن. دیری نگذشت میگه جنگ بدر شروع شد. این 7 طایفه در جنگ بدر کشته شدند. البته این حکایه حق دارد، حقیقت دارد. رسول اکرم آزارهای خیلی زیاد کشیدند. ما امتی بی پروا نشیم، ما امتی بی غیرت نشیم، امتی شیم که چگونه که رسول اکرم دلسوزی داشتند ما هم دلسوز باشیم. در عملهای پیغمبر خدا با دندانهای کرسی عملهای پیغمبر خدا را مستحکم بداریم. بر هر یک گپی هر یک دشمن خدا ما و شما فرسوده نشیم، دل شکسته نشیم. باید که دین اسلام را چگونه که با این مشقتها آوردن ما و شما به آسانی از دست ندهیم.